با ریختن خون عزیز ما تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. دلیل عجز شماست که در سیاهی شب متفکران ما را می کشید، برای اینکه منطق ندارید. اگر منطق داشتید که با صحبت می کردید، مباحثه می کردید، لکن منطق ندارید. منطق شما ترور است. منطق اسلام ترور را باطل می داند، منطق دارد. لکن با ترور شخصیت‌های بزرگ ما، شخص‌های بزرگ ما، اسلام ما تایید می شود. نهضت ما زنده شد. در تمام اقشار ایران باز زندگی از سر گرفت. برادران من نترسید از موت. اون که مردن پیش چشمش تهلکه است، نهی لا تلقوا بگیرد او به دست. مردن تهلکه